بزرگترین باگیه که این موتور داره. یعنی شما دومینار تمام پیچا باید آچار بخوره. نیست مصرفی این الان گفتی که مصرفیش باش یکیه، خیلیاش بیشتر با NS یکیه. ببین حالا گفتی بذار بگم دیگه. اون اگزوزش عوض می‌کنی؟ یعنی مثلا پیشنهاد میدی عوض کنی سبک بشه؟ اصلا بهترین صدا مال این اگزوز. بابت وزنا واقعا که میگن خیلی بهش نزدیکه ایدلوبه. من سرویس گارانتی بردم، برگردم عقب نمیبرم. درود دوستان، خیلی خوش اومدید به اپیزود جدید از موتوپادکست و بالاخره آقا عرفان رو گیر آوردیم. بعد اسمو شکوندیم بعد یه ما خورده سنگینی افتاده بود. آره بچه‌ها همین گفتن آقا چی شد از این اپیزود دومینار با عرفان که دیگه الان می‌خوایم یه ماهی عقب افتاد. آره فکر کنم یه ماهی عقب افتاد. ولی الان دیگه عرفان گیر آوردیم. یه سری سوالای بچه‌ها که نمیدونن، یه سری سوال بچه‌ها پرسیدن زیر یه پستی که ما تو یوتیوب گذاشتیم که تجربه عرفان رو می‌خوایم ازش بپرسیم راجع به دومیناری که تقریبا یه سالی هست داری. دقیقاً یک سال. یه سالی هست داری و بچه‌ها یه سری سوال پرسیدن، خیلی حرفای زد و نقیض هم راجع به دومینار زیاده و ببینیم که آره به کجا میرسیم. عرفان اگه صحبتی داری شروع کنیم، یه سری چیزا رو تو بگی یا میخوای از سوالا مستقیم شروع کنم بحث هرجوری که من فقط یه عرض ادب دارم همه دنبال کننده ها. ببخشید انقدر دیر شد، واقعا شرایط سخته و ما خیلی دوست داریم بیشتر ویدیو بگیریم ولی واقعا جایی نمیشه وقتی تو هم عرفان کار میکنه. آره به نظرم سوالا رو شروع کنیم دل اون. حالا خب از آقای ابوالفضل شاهدامادی شروع میکنیم. گفته آقا اگه بخوایم موتور بگیریم تو رنج قیمتی دومینار بگیریم یا بریم سمت مثلا رئیس و کیوی و بنلی و یه سوال خیلی بزرگیه، یعنی دایرش بزرگه. ببین اصلا خیلی نمیشه چیزی که سلیقه‌ایه. خب یکی شما آدم پیدا میکنی بگه من با خشکی CF حال میکنم، اصلا دوست دارم میکوبه، اما بر فرزیشو دوست دارم، ترک عقبش مثلا خب کوچیکه سخته. یکی هم هست مثل من میگه آقا نه برای من نرمی موتور خیلی اهمیت داره، کیفیت موتور خیلی اهمیت داره. این که میخوام دو ترک بزنم یه جور نباشه که طرف دوم مثلا در حالت رکوع باشه. خب جدید بود رکوع باشه. آره ولی در کل بخوایم بگیم به نظر من رو دایره که بریزی خب CF شاید یه رخ خشنتری داشته باشه، مخصوصا مدل ریسش یه رخ خیلی جذابی داره، شتاب اولیه خیلی خوبی داره و تا حدودی شاید بازارش بهتر باشه، تا حدودی نه خیلی. اما از نظر کیفیت، نرمی، اصالت برند طبیعتا خب باجاج حرف اولو میزنه تو موتورهایی که تو بازار هست بین هندی و چینی. خب هندی کیفیتش طبیعتا بالاتر از چینیه و من خودم به شخص دومینار رو انتخاب میکنم. اگه بچه‌ها پلیلیست درگ ما رو ندیدن، ما با عرفان درگ زیاد گذاشتیم با دومینارش، با CFی که حالا کیویش رو آوردیم انداختیم، موتور مختلف انداختیم، پیشنهاد می‌کنم حتما اونم ببینید. نتیجهش همشون هم خب آقا بریم سوال بعدی یه خورده مرتبط‌تر باشه. گفت چیزی که ما توی هم ویدیو بررسی دومینار گفتیم، همین که بچه‌ها خیلی سوال پرسیدن، گفت آقا اگه میشه در آیه عرفان شاگاهی، آقا من اسما رو حالا چیز نمی‌کنم عکسشو میذارم، اگه میشه در راه ترمز عقب که چیکار کنیم بهتر بگیرم بپرسین از عرفان. ببین ترمز عقب اصلا این ترمز عقب شاید بگم بزرگترین باگیه که این موتور داره. یعنی شما دومینار این تو ذهنت میاد که ترمز عقب ایراد داره، حتی تو منابع هندی هم من دیدم این مشکل هست و حتی شنیدم یه سری از مدل‌های KTM قدیمی‌تر چون ترمزا اینا بایبر مشترک اونا هم ترمز عقب خیلی مطلوبی ندارن نسبت مثلا به ترمز عقب CF یا آپاچی که نشستیم، مثلا کورکوپرم ریخت اونجوری کیوی ترمز عقب داشت. ببین بیشتری مشکل حالا سوای بحث طراحی و اینا بیشتر مشکل مونتاژه. روغن ترمزی که باید توی این موتور باشه روغن ترمز دات 4 آبی، روغن ترمز دات 4. شرکت حالا لطف کرده روغن ترمز فله‌ای دات نامعلوم ریخته. من خودم چندین بار هواگیری کردم، روغن ترمز موتور ریختم، تا حدودی تاثیر داشت
حتی یکی از بچه‌ها که دومینار داشت گفت این شیلنگ رابطه بین پمپ روغن ترمز مخزن روغن ترمز تا پمپ آره تا ورودی پمپ که شما میره مثلا به پدال ترمز یه خمی داره که به نظر من حالا اون خمه اونقدی نیستش که بخواد مقابله کنه با فشار هیدرولیک، ولی میگفت من اونو کوتاه کردم صاف کردم ترمز عقبم از این رو به اون رو شد. و چیزی که به نظر من تاثیرشو میذاره کارکرد بلند مدته. موتور من رو 6000 تا رسیده، ترمز عقبش خیلی بهتر شده، قشنگ دیگه میگیره، نه اون میخی که مثلا کیوه‌ای داره ولی میگیره. و نکته دوم این که ایراد مونتاژ، این موتور ضعف ایراد مونتاژ داره. هر کسی دومینار میخره اولین کاری که میکنه باید بره آچارکشی موتور رو بریزه، آچارکشی اساسی کنه، موتور رو بریزه جمع کنه، تمام پیچا باید آچار بخوره. و یه مشکل دیگه که ترمز عقب این موتور داره، علنگوی ABS 90% دومینار تاپ داره. حتما باید چرخ موتور رو باز کنی، علنگوی رو باز کنی، بذاری زیر دستگاه پرس. با پیشکشی هم میشه صاف کرد، ولی اگه یه نتیجه خوب میخوای، یه بار میخوای کار انجام بده، زیر دستگاه پرس بعد بذاری. اینو خیلی از بچه‌هایی که دومینار دارن فکر کنم شما اصلا بری تو شورومایی که دومینار دارن، چرخ عقب بچرخونی تاب همشون رو میبینی. نمیدونم چه جوری دارن وارد ایران میکنن که همشون تاپ داره. تو کدوم شرکته؟ عرفان سیکلت. همراه هم مثل که همراه و فارس هم دارن، ولی الان فکر میکنم دیگه عرفان خیلی تیراژش خیلی عرفان بالاتره. و خداییش هم شرکتی که پاسخگوییش خوبه، ولی خدمات یه ذره به اونجا اون چیزی که میخوایم نیست. حالا میرسیم. آره مثلا مونتاژ پس الان یکی از بزرگترین ایراداتی که تو به دومینار بخوای بگیری ترمز عقبه. مونتاژ که یه ذره میشه بهترش کرد، ولی در کل اصلا باید کیلومتر بندازی. ببین بیشترین تاثیر اون کار کرده به مرور زمان خیلی بهتر میشه، ولی خب در حد اون کیوه که نشستی میشه. نه اما ترمز آره اون خیلی میخه. با اینکه اونم ترمز عقبش به نسبت موتورهای دیگه اونم من به نظر من ضعیف‌تر هست عقبش. آره ولی بازم البته وزنم تاثیر داره. اما ترمز جلوی دومینار حرف نداره. واقعا ترمز جلوی یوهوریه میمونه. یعنی ببین یک تا ABS نداشت شاید عقب موتور رو بلند میکرد. خیلی ترمز جلوش خوبه، اصلا عجیب غریب خوبه. خب بریم برای سوال بعدی. خب آقای بهنام پرسیده، همون عرفان گفته که مثل موتورهای بنلی به روغن حساسه، حرارت انجینش چطوره؟ بین دومینار و CF 250 کدوم؟ موتورهای نسل جدید که روغنای 1050 جاسو میتو میخوره، موتورهایی که های پرفورمنسن، بیشترین بازدهی رو دارن، طبیعتاً مثل موتورهای قدیم نیست. کمپانی هم یه جور درسته میکنه که شما موتور 10 سال سوار شی. NS های جدید رو ببینید دیگه، زمین تا آسمون فرق داره از نظر کیفیتی، راه رفتن و خیلی موارد دیگه. در کل موتورهای جدید نسبت به روغن حساستر از موتورهای قدیمی ترن، اما نسبت به بنلی به نظر من اصلا اونقدری که باید به روغن حساس نیست. اصلا. یعنی بچه‌ها بودن حتی روغن ماشین دارن میریزن، داره براشون کار میکنه بدون اینکه اختلال تو عملکرد کلاژ به وجود بیاد و فشارم میارن. مورد بعدی حرارت موتوره. موتور 250 حرارت دارد. تمام. شما نمیتونی بگی آقا جان موتور مثلا داغ نکنه. اون موتور باید گرم کار کنه که اون بازدهی رو بهت بده. 27.5 مصرف بخار با یه سیلندر 250 بهت بده. دقیقاً. و اما باز هم بخوایم قیاس قرار بدیم، موتور تک سیلندر حرارتش موتور دو سیلندر کمتره. این یه اصله. دو، موتور بنلی به واسطه اینکه طراحی اروپا هست موتور گرمکارتریه و دومینار موتوریه که خیلی حرارت بالایی به اون شکلی که باید نداره. یعنی نسبت به بنلی حرارتش خیلی کمتره، حتی آمپر آب نداره، حتی این موتور ترموستات نداره. یه سراحی حالت جنت آب سراحی، ترموستات اصلا نداره. و کلا اونجوری که بخواد حرارت داشته باشه اذیت کنه نه. ولی شما ظهر چله مرداد ما سوارشی بله حرارت داره، 125 هم حرارت داره. یه سرباله برید
این حرارت اصلا نسبیه دیگه بچه‌ها. یعنی خیلی من همیشه بازی رو بنید وسیله‌ام میگفتم طرف مثلا نهایتا پشت NS200 اومده این چیزا باشه دومینار میگه بنلی جفت. آره. خب انجین مثلا NS انقدر انجین بنلی رو نگاه کن انقدر کله آدم میاد اصلا بلوک بنلی خیلی بزرگه. تو داری پشت رو میشیم ببخشید کارتر 4000 سی سی فقط روغن داره میدونی پلتفرم 502 اومده 302 زده 249 زده. بنلی باید حرارت داشته باشه یعنی ایراد. ولی خب حالا یکی از اذیت میکنه حرارت بعد بره سمت موتورهای هندی سمت موتورهای کم حرارت تر. اصلا میدونی چی شد که این بنلی اینجوری چیز شد تو ذهن هممون میگن اولین ها رضا همیشه از ما میگه که اولین جایی که میری مثلا تو رو با اولین صحبت اولین ها ذهنیت میگه ما مثلا نداشتیم خیلی موتور عجیبه پشت آپاچی ان صف نشستیم ماشین تو دو سیلندر هم چی بود نینجا بود MT قدیم بود هیوستانگ بود که اونا هم حرارتی نداشتن تازه اونا بعضا یه سری مدلاشون ریسه مثلا هیوستانگ ریس رادیات روغنه ولی کسی نمیگفت آی من میسوزم با وجود اون فلاپا. اما خب بنلی یهو یه فنی که میزنه تابستون اذیت میکنه خیلی به مردم یه ذره به چشم. در صورتی که الان بذارش بغل خیلی هم موتورا حالا نمیگم کم و بیش نسبتیه حسیه این چیزی که ما داریم میگیم سورس نداره ولی الان خیلی هم موتور حرارت داره واقعا ولی اون تو ذهن همونه که آقا جو بنلی دوست اصلا حرارت رو نمیتونی میگم موتورهای نسل جدید نمیتونی حرارت رو حذف کنی. حرارت میخوای نداشته باشه بعد مثلا بری یه دونه یاماها 100 چیزی بگیری که اون مثلا پیستونی نداره اصلا با گرمای تولید نمیکنه اون بدبخت. ولی الان اکثرا اینجوریه. خب بریم بین دومینار و CF که گفتی دیگه عرض کنه. ببین سوالا رو میخوام چه خورده چیزش کنم. بعضی مثلا سوالای خارج پرسیدن مثلا یه آقای میثم نامی پرسیده دومینار یا XTV برای تو شهر ما یه بار خارج از شهر. خب این سلیقه اونه که بگه چلو کباب یا پیتزای سیرسی. آره اصلا دو تا مسیر جداست. خب آقای سعیده که رفیقامون همیشه برام کامنت میذارن شیم گفت چند تا سوال پرسیده رفیقم گفت صفرش میارزه قصد تعویض داشته باشه چی میخره کیفیت قطعات چجوری بوده همه رو میگم بعد دونه دونه بگو. کیفیت قطعات چجوری بوده بیشترین خرجی که براش کرده چی بوده بابت چی یعنی منظورش خرابه. خب اول اصلا صفرش میارزه صفر هیچ موتوری نمیارزه تو این بازار هیچ موتوری صفرش عمورضا هم گفت دیگه ارزده به عمورضا بکنین از اینجا عمورضا هم گفت و خیلی بدیهیه صفر هیچ موتوری نمیارزه. باز هم در مقام مقایسه شما نگاه میکنی فکر میکنم 80-90% موتورها افزایش خوردن نه که نیرو موتور یک کتاز بود تو این قضیه کویر در مقام دوم و شرکت‌های دیگه همه افزایش داشتن. دومینار همچنان افزایش نداشته همچنان با برچسب 420 تومن 15 تومن قابل خریده و نسبت به این بازار ارزش خرید صفر تا حدودی دارد. نسبت به NS 450 میلیون تومانی قطعاً ارزش خرید دارد و باز هم پله بالاترش میشه آقا دست دومش شما راحت با 360-70 تومانی دومینار زیر 5 تا کار میتونی بگیری راحت حتی پایین‌تر هم میتونی بگیری. خب 402 بگیر ببخشید چه عقل سلیمی توهین نشه یه وقتا من دارم منطقی صحبت میکنم چه عقل سلیمی میگه شما این موتور رو ول کن برو NA بخر چقدر شده 365 تومن حالا یه بیمه و فلان و اینا هم 370 تومن بدی. اون روزی که تابستون داشتیم بررسیش میگم 270 تومن داره زیر 300 تومن بود یا 100 تومن گذاشت رو شرکت یعنی اصلا من هنوز موندم آخه ما همون موقعش هم میگفتیم نمیارزه کشششو باید داشته باشه. ببین مثلا بنلی جفت میگه آقا 10 تا خوبی داره آقا مثلا رخ داره بازار داره صدای خوبی داره خیلی قدیمی بوده قطعات آره تو بازار جا افتاده مردم میشناسن. اینه یه موتور 180 سی سی که خب موتور شهریه موتور دم دستی که طرف بخواد سوارش بره بیاد نه قراره شتاب و سرعت عجیب غریبی بده نه قراره مثلا کار خاصی بکنه چرا باید 365 میلیون تومان بچه رایج بدی یه موتوری که
به نظر من هم اونقدری که میگن کیفیت بالایی نداره. آخه دیگه در این رنج قیمتی دیگه داستان یادت میگفتم زمین بازی عوض میشه. آره دیگه الان قیمت خیلی مهمه. آره من فکر میکنم یک تا با این عدد یکم حالا بالا پایین بشه یه هورنت در حد گرفت خیلی میارزه که اصلا زمین تا آسمون میارزه. همون NS رو بخوای بخری میارزه، دومینار میارزه، بنلی جفت حالا مثلا رو 400 تومن 380 90 تومن هم میتونی راحت میتونه بنلی جفت اینو بخری. اصلا بنلی جفت هم چیزی. یه چیزی ازت می‌خواستم بپرسم، تو چند خریدی کی خریدی؟ ببین من پارسال اینو با شرایط اقساط برای من 20 ماهش داره من 350 خورده بگو 360 نقد 305 تومن بود. 305 تومن. آره. الان چقدره؟ 420 تومن نقدشه. خیلی جالب. تقریبا این منم اون موقع که بنلی خریدم 407 تومن 408 تومن یه جشنواره گذاشتن که 300 تومن شد. من رو 300 یعنی اون موقع هم 100 تومن تو اختلاف داشت. الان اون 520 تومن الان هم 100 تومن اختلاف داشت. آره. و الان خودمون میفهمیم یا هر کی قسطی خریده دستمون خریده سود کرده. سود نمیشه. سود کاذب که یعنی مثلا اون افت صرف که تو پاچه آدم میره نرفته. یه چیزی می‌خواستم با رضا مطرحش کنه. حالا بذار با رضا مطرح کنم. یه کامنتی بود یه بابایی داده بود خودش باشه. آره. یه جواب یاد طولایی داره. گفت اگه قصد تعویضش شه چی می‌خره؟ ببین بخوام عوض کنم شاید بنلی جفت بگیرم. نه بابا. شاید بنلی جفت بگیرم. گفتم حال کنیم. نه جدی بخوام بگیرم تو تک سیلندر گزینه بهتر از این من پیدا نمی‌کنم. بخوام برم 2 سیلندر خب گزینه‌های ژاپنی که بعد خوابشو ببینیم نینجا شده 1 میلیارد خوابشو بعد ببینیم تو خوابمون هم شاید نتونیم سوار بشیم هنوز ذهنمون نتونه پخش کنه فکر کنیم نینجا این ولی سی جی ولی تو 2 سیلندری که پایین تره خب روی بنلی جفت میمونه یه کیوجی هم که همونه و بلنتا اصلا نیستم بلنتا اصلا یه چیز دقیقا مثل یتیمچه است دیدیم مثلا سیب زمینی رو این برنده رو پایینده و هم میزنیم میشه اصلا نه بازم بچه مزاح میکنیم اینا هر موتوری شاید در نوع خودش خوب باشه ولی خب من رقم قیاس که داری میاری 500 میلیون من بلنتا نمیدم بخوام بدم بنلی جفت میگیرم حداقل یه صدای خوبی تازه من بنلی جفتم 500 تومن نمیدم اگر حالا آره اون چه 100 البته ولی بخوام تو اون رنج هزینه کنم گزینه اصلا تنوع نیست خیلی تو 2 سیلندر گزینه نمیمونه حالا تو تک سیلندر آدم میخواد بگیره مثلا من کیوه NR خیلی دوست داشتم ولی بازم سمتش نمیرم چون اصلا به خاطرات پیوست خود شرکت هم خیلی دیگه آره CF ریس رو دوست دارم امتحان کنم تو این چیزایی که داره میگی صرفا تنوعه و یعنی برعکسش اگه باشه مثلا طرف بنلی داره دوست داره به تو دومینا طرف CF داره دوست داره به تو دومینا آره تو دیگه اونو داشتی دیگه چیزم دوست دارم یه بار بشم N250 پالس N250 اونم 5 سرعته هواخنک روغن خنکه خب میدونی شاید ما رو یاد اون پالس 220 و 180 قدیم بندازه خب اون مثلا ببین نرمی اون بالاخره شاید 1 کیلو اون نرمی اونم ارفان میاره اونو فکر کنم چیز میاره سهن سیکلت فکر کنم میاره آره لاکی 185 آره که نیو فیسش هم آره خب بعد گفته که کیفیت قطعات هم که گفتی خوب بوده فقط جز اون کیفیت قطعات عالی تا این 6000 تاه چی؟ کیفیت قطعاتش خیلی خوبه بیشترین خرجی که براش کردی تا الان چی بوده بابت چی تو خرابی هست فقط روغن هیچ فقط پول روغن مندم هیچ خرجی روغن چی می‌ریزی؟ تا الانی که توشه پروتک 1050 جاسون میتو روغن خیلی خوبی بود چرا میگم بود چون دیگه نیست فکر شنیدم خیلی زیاد شده اصلا نیستش شرکتشو من آمارشو گرفتم خب چیچیشینی اون میزنه بعد دیگه نیستش الان روغنی که میگن خیلی بهش نزدیکه ایدلوبه اونم میگن خیلی نزدیکه اونم خوبه ما که نمیتونیم موتول بریزیم طبیعتا موتول بریزیم و قصی بخریم واجب این روغنه بعدا یه سوال ازت بپرسم
آقای محمد مامیفر گفته که بهترین راهی که بشه این موتور خرید با قیمت خوب، شرایط منصفانه و شرایط منصفانه خرید تو ویدیو معرفی کن. تو از کجا خریدی؟ ببین من از یه فروشگاهی خریدم، فروشگاه امپراتور تو جوادیه و برام شرایط کرد 20 ماهه. درسته سود میکشه، همه جا میکشن، ولی خب برای من فکر کن در من 360 تومن. الان شما 360 تومن باید پیش بدی. ببین این هستش دیگه. مثلا من پیشمو زیر 200 تومن دادم و به نظر من الان بهترین حالت اینه که شما پولاتو جمع کنی بری در حد بگیری. آره این بهترین حالت. نمیتونی جمع کنی، دوست داری بری زیر چک رو میتونی پاس کنی، برو چکی بگیر، چون یه تورم بهش میخوره. اصلا اون سودی که روش کشیده 3 ماه بعد اصلا سر به سره. البته اینم بگم افهم قیمت هایی که الان هستش درسته مثلا میره بالا. و مثلا حالا فرض رو بر این بگیم مثلا موتور خودم مثال میزنم که قیمتش مشخصه الان 520، پارسال همین موقع 407 تومن بود. جشنواره رو بذاریم کنار. خب شما پارسال می‌خواستی بخری موتور رو نقدی 407 تومن به تخفیف میدادن رو رنج همین 350 تومن تو بازار آره بود. 300 خورده راحت. دومینار هم اینجوری بود. آفرین. همین الان هم همینه. الان نقدی تو بخری تخفیف میدن. 20 تومن حداقل 20 تومن کمتر میده. 4-5% کم میکنه. آره. بعد عرض به خدمتت که کمتر میتونی بخری و مثلا چقدر میشه 350 تومن. الان بعد از مثلا یه سال گذشته بازار همون پول دست منو بگیره. عملاً به قول رضا میگفتش که انگار یه رهن کرد. راجع به این بحث قیمتا با رضا خیلی مفصل‌تر صحبت می‌کنم. انگار یه موتور رهن که به خاطر این دارم میگم که بچه‌هایی که مثلا می‌بینی عشقشو دارن خودشونو به در و دیوار میخوان بزنن که بیان بگیرن. فکر این نکن آی مملکت تورمیه. الان شما ایکس بانک شده 1 میلیارد و 100. بیا با هم دیگه بریم همین الان یه ایکس بانک 1 میلیارد و 100 بخر. چرا بعدن خب گوش بده. همین الان 1 میلیارد و 100 میخره. خب نو خب استارت هم بهش نمیزنی، میزنیش پشت وانت بیا بریم ببینیم چند هزار میخره. همون آگهی کن. همون اصلا موتور اگه موتور فروش 700 تومن بهت پول بده به هر چی خواستی من نمیدم. بعد طرف اومده واسه من کامنت گذاشته آی نمیدونم تو گفتی نریم چیز بگیریم وام کارانو بگیریم الان گرون شده نمیدونم شما فلان آی کیو چنده. حالا اونو با رضا میگم که جوابش بده. ولی آره ولی یعنی بچه‌ها متوجه نیستن، فکر میکنن که مثلا میرن سودم میدن بعد بعدا همون موتور رو حالا سود مثلا برای تو خوب لاغر درآمده همون رو مثلا بهش میدن، در صورتی که واقعا اینجوری نیست. بازار کارکرده با مثلا صفر خیلی داره اختلاف میفته. خیلی به این فکر کنین دیگه تا اونجایی که میتونیم. ما میگم الان عرفان رفیق منو ببین نظرش هم اینه من که داره میگه آقا پولاتون رو جمع کنین کار کرده در حدش برید ارزش نداره صفر خریدن. بعد یه چیزی هم به بچه‌ها بگم به هیچ عنوان موتورسیکلت وسیله‌ای برای سرمایه گذاری نیست. اصلا شما سوار شو لذتشو ببر. نهایتا دقیقا مثل حرفی که همون رضا زده فکر کن مثلا یه جا رهن کرد پولتو خوابوندی همونو برمی‌داری سال دیگه. بخرم گرون شه ارزش اصلا همچین کاری نه. اصلا یه زمانی ما فروشگاه کار می‌کردیم مثلا خیلی میاد از ما می‌خریدن وانت می‌گرفتن طرف همونجوری خوش می‌برد می‌خوابون مثلا سال بعد می‌فروخت سودم می‌کرد. حالا اون موقع خیلی بحث مثلا اختلاف نمیدونم دلار و طلا و اینا مثلا توی بازار کمتر بود. تنوع بازار کم بود. ولی الان تقریبا 402 به این این داستان همین الان موتور NS داره اون چی میگن اون زمانی که اومد چون خلأ بود هنوز داره نون اونو میخوره که آقا خلأ بود یه ذهنیتی انداخت مردم ما هم که ماشاءالله دهنبین رو موج قشنگ سوار میشن حرفه‌ای موج سواری. NS نیو فیس من تو این 1 ساله NS نیو فیس 2 بار دیدم. یه دونه تو ویدیو بچهای زوموتور دیدم، یه دونه هم تو خیابون شانسی داشتم چون اصلا وایسنم NS این نیده بودم. ولی دومینار تقریبا هر روز دارم میبینم مثلا غرب تهران همون سمت مرزدارم من تقریبا دارم میبینم تو خیابون. دیدارش هم بیشتر شده. آره طرف پیش خودش میگه دیگه میاد چرا مثلا برم اونو بخرم یا اینو میگیرم. سوالا رو میخوام سریع جواب بدم. ابوالفضل پرسیده که وقتی دومینار گرفتیم با عوض کردن روغن ترمز و لاستیک
لاستیک موتور روی عملکرد موتور تأثیری داره یا چه کارایی میکنه که عملکرد بهتر شه؟ عرفان گفت دیگه، اما اول که میگیری سریع آچارکشی باید بکنی. آچارکشی کن، ترمزم بعد زمان بدی، یعنی هزاری هم روغن عوض کن. اینا اون چیزی که مثلا 180 درجه به چرخه نمیشه، باید کار کنه به مرور. و تعویض لاستیکو پرسیده، زمین تا آسمون سواریش فرق میکنه. یه نکته ای راجع به لاستیک بگم، حالا بحثش شد. ببین باجاج اومده این موتور رو برای بازارهای دقیقا مثل ایران طراحی کرده. یه موتوری که گیربکسش مال 400 سی سیه، برداشته آورده، ضریب دنده نهاییش که میشه همون خورشیدی، اینا رو یه ذره تغییرات داده، یه انجین 250 گذاشته. دقیقاً این موتور تو دور خوب میره، پلتفرم 400 تو دور میزنه، موتورهای دیگه تو دور فاصله میندازه، به خاطر اون گیربکس است، نه صرفا موتور که تاکسینا 250 سی سی دیگه، عین هم دیگه از ارقامش. چرا میزنه؟ گیربکسه. واسه همین موتوره شاید اون زور قدرت مثلا شتاب اولیه رو خب نداره. گیربکس 400 موتور 250 است. کلاج هم کلاج اسلیپره. کلاج اسلیپر اصلا داستان داره، روندنش اینا، حالا بعداً سر فرصت فنیشو توضیح میدم. آره اومده لاستیکو ارزشو کم گرفته. خب 130 این 130 ببین هرچی عرض لاستیک پهن‌تر باشه موتور زور بیشتری بعد بزنه حرکت کنه تو هر وسیله ای هستن. خب موتوری که گیربکس بلندی داره و انجینش نسبتا نمیخوام بگم ضعیف، اون قدرتی که باید نداره، 400 نیست، 250 به هیچ شما نه لاستیکتو پهن کنی، اصلا رینگش اجازه نمیده لاستیکو پهن کنی، اینجوری حالت گتو مرغی میشه و اتفاقی که میفته به شدت به کلاج موتور فشار میاد و صفحه کلاجت خیلی کار کنه 10-15 تاست، چون داره زور میزنه اون کلاج. خب همین سایز 130 80 17 بندازین، ولی برند خوب بندازین. حواستون هم باشه، من شنیدم جدیدن پیرلی و میشلن چینی اومده که مثل قدیم نیست، اون پیرلی که باید نیست. اینو من شنیدم جدیدن، دوستان لطف کردن این حرکت هم زدن. آره لاستیک هندی یا بهتر از اون تایلندی شنیدم خیلی خوبه، تایلندی بندازین، همون سایز بندازین، سواریشو ببینید چقدر فرق میکنه. تو که اصلا که اصلا الکی گلو پهن مهن اندازین موتور الکی پهنش نکنید. یکی دیگه گفته که عدش پس برگردی به قبل نظرت میره بنلی جوب یا همین دومینا رو میگیری؟ الان دومینا برگردی عقب دوباره دومینا رو میگیری، ولی الان که در این جایگاه دومینا رو گرفتی دیگه اگه تنم بخوام برم بالاتر، ببین الان من به نظر خودم من شاید KTM خب از این بالاتره. KTM یه سری موتورهای حالا هاسکوانو اینا که خیلی چیز نیست. مصرفی این الان گفتی KTM مصرفیش باشه یکیه، خیلیاش بیشتر با NS یکیه. ببین حالا گفتی بذار بگم دیگه. ببین مصرفی این موتور خدا رو شکر البته با NS یکیه. چیاش؟ لنت ترمز عقب، فیلتر روغن، فیلتر هوا، صافی بنزین و شم. اصلی ترین مصرفیاش یکیه. چیا با KTM یکیه؟ لنت ترمز جلو، صفحه کلاج که گیر میاد، نایاب نیست، گیر میاد. لوازم NS که اصلا دیگه سر کوچه هم پیدا میشه. KTM هم بگردی هست. خب چون KTM و باجاج با هم دارن کار میکنن، یعنی میارن بعضی. ولی خب لوازم بدنه‌ای بیشتر ظاهری فنیشو شرکت داره ها، زنگ بزنی از مشهد ارسال میکنه، تو این چیزا اوکیه، واقعا خوب عمل میکنه. ولی ظاهریشو شاید اونجوری مثلا بگه وایسا یه خورده ثبت سفارش چون که اونم فکر میکنم جز نیکران موتور تمام شرکت‌ها همین وضعو دارن و حتی شاید بدتر هم باشه. یه شرکتی هست که کلا اصلا گردن نمیگیره. میدونی این سرش چیه نیکران که بره بدتر اونم میلنگه. آره اونم نسبتا سر یه شرکت جداگونه است که فقط قطعه میاره. این شرکت آره کمپلت یه شرکت اسمش رضا گفت سامان موتور فکر کنم. آره کلا اون قطعه میاره، یعنی اصلا کلا همه چیش دپارتمانش هم جدا است. سامان موتور یه موتور 150 داشت قدیما، سقف داشت، در 82 3 بود فکر کنم تو نمایشگاه آورده بودن. خیلی باحالمون خیلی باحاله. سقف برفاکن هم داره. فکر کنم الانم تو اینستاگرام پیدا کردم. چی پیدا کردم؟ طرف از زیر چیز آورده. به نظر من تولید کنه خیلی خانوما میگیرن و خیلی خانوما شاید آره یادم. سقف داره، برفاکن جای دسته چیزا مبلی بود. آره خیلی باحال سامان موتور.
خب آیه دوباره ابوالفضل اینو پرسید نه سریع خود جواب بدین. رفت دومینار علاوه رفت آمد در نوشهری ساعت زیاد راه چطوریه، شتابی که داره نسبت به بقیه موتورها چطوره، یا تو بازار قیمتی خودش دومینار بگیریم یا بریم سمت چینی‌ها یا انس چی؟ در تجربه از رانندگی تو شهر و سنگین وزن بودنش و یه بخش موتور سنگینه، وزن موتور بالا هست، اذیت اونجوری نمیکنه. کجا اذیت میکنه؟ بخوای عقب بیای اون اذیت میکنه واقعا، ولی خب اون وزن خودش تو سرعت قشنگ شما بنداز اتوبان قشنگ ارضات میکنه، یعنی سواری رو اتوبان. تو شهرم میتونی سوار شی ولی نباید انتظار یه موتوری مثل اسکوتر و هوندا رو داشته باشی. بالاخره موتور همونجوری بنلی هم همینه دیگه، نمیشه مثلا اونجوری فرز بری و اینا. موتور فرز گازخوری نیست، شلاقی گاز نمیخوره، دور بعد بگیره، دور بگیره همه رو میزنه. ولی اونجوری که مثلا پر کنی با گاز بازی کنی سرکلاج بزنی کارا که قبلا آره چپ تقه و این برون و حالا الان جدیدا بهش میگن کارنر استیرینگ و این آره اون به نظر من نه، بعد یه ذره ابهتی سوار شی، آسه بری آسه بیای، با شخصیت باشی، جنتلمن بری جنتلمن بیای. کلا این که بخوای سوار شی بری یه جا مثل بازار نه، ولی داخل شهر میتونی، ما داریم سوار میشیم میتونی سوار شی، بیشترم به دست فرمونته. جثت هم یه مقدار قد بلندی میطلبه، یه ذره پای قوی میخواد، قد کوتاه یه ذره نحیف اندام باشی سختش میشه. خیلی توصیه نمیکنم دومینار رو. پس با انس سوار شکنی نه فرق داره، اصلا یوغورتره، نرمتره، میگم اصلا موتور سنگین‌تره. آره دومینار مثل انس بی‌لرزش و کیپ هست مخصوصا تو سرعت بالا. تو سرعت بالا بله، سرعت پایین نسبتا. موتور 250 موتوری که پلتفرم 400. من حالا یه سری دوستان بود تعصب دومینار میکشیدن، من ایرادای دومینار رو میگفتم، ما رو از گروهشون بند کردن. تمام هر ببخشید سی بی آر 1000 نسله قدیمترش با اون پرچمدار بودنش آمپر بنزین نداشت، ایراد دیگه. حالا شاید کمپانی فکر کرده چراغ بنزین روشن شو اوکی، ولی خب تو ایران داریم سوار میشیم، نباید بذاری باک خالیش. ولی سوال چی بود یادم چی پرسید؟ همین چیز کیپ تو مثلا آره نه کیپ بودنش کیپ لرزش و سر و صدا فلاپ و اینا نداره، به شرط اون آچارکشی خوب. آچارکشی نکنی برات پخش میکنه. پس بین انس صفر و دومینار در حد اصلا چشم بسته دومینار، چشم بسته دومینار. انس موتور ارزنده یه ولی نه با این قیمت. آقای امیر ناظریان پرسید آقا عرفان واسه دور جواب کار در میاره. در مورد لوازمش کیفیت و استهلاک. ببخشید اینی که پرسیدی حالا الان کمتر، اوایل من میپرسن این چیه چی جوریه هر روز، یعنی قشنگ شما صداش هم بد نی. نه رفت خوبه، من اصلا موقعی بررسیش کرده من گفتم به نسبت تاکسی ها صدای خوبی بود، ولی کلا برای دور میخواین برین سراغ بنلی جفت و اون اگزوزش رو عوض میکنی، یعنی مثلا پیشنهاد میدی عوض کنی سبک باشه؟ اصلا بهترین صدا مال این اگزوز بابت وزنا. ببین وزنه ببخشید تو 180 کیلو حالا 20 کیلوگرم حالا نه کلا اگزوز 15 کیلوه. بخوای مثلا الان اگزوز هوندا رو میگی 2-3 کیلو حداقل هست دیگه، پر کاه که نیست. یعنی از حلب هم بخوای اگزوز دومینار بسازی حداقل 7-8 کیلو میشه، نه 5 کیلو میشه دیگه. 6-7 کیلو 8 کیلو 9 کیلو اونجوری تاثیر نمیذاره وزن موتور. یه سری آدم سر بررسیش هم یه چیزی داشتیم صحبت می‌کردیم، گفتی به خاطر اینکه این ترمز جلو دیسکت چپه. آره به خاطر همین اومده چپ. آره که تعادل بالانسشه. مدل‌های قدیمی‌ها که رینگاشون این سفیده دیسکش سمت راسته، بعد اومد دیسکش سمت چپ. ولی کلا اصلا دومینار، من چند تا دومینار نشستم اکثرا میکشم به راست. فرمونو ول کنیم دوست داره بیاد راست ولی اذیت نمیکنه. فرمونو ول کنیم یعنی بگیری قشنگ صلب میره. صداش هم به هم میره، صدای خودش قشنگ‌تره. خب تکسیلنده دیگه. راجب لاستیک پرسیده آقای رضا که توضیح دادیم. آره
اگزوز دومینار خیلی سنگینه، موتور به یه طرف میکشه. این درسته؟ همین الان جواب بدید. آره یه مقدار اذیت کننده نیست ولی ول کنی خب یکم میاد. این که میگن فیلتر بنزین و فیلتر روغنش پیدا نمیشه چی؟ با انس یکیه. شما ببین اگه انس رو گیر نیاوردی درست. بعد میگه عرفان سیکلت پشتیبانی خوبی داره از این موتور. به نسبت نمیتونم بگم 100 ولی اونجوری هم نیست اصلا پاسخ نه اونجوری هم نیست. خدایش خیلی آدمای با شخصیت، آدم حسابی، اصلا زنگ میزنی خیلی با احترام. ولی خب اون چیزی که مثلا از نیکران مثلا بالاخره خب شرکتش کوچیک‌تره، نمیتونی مثلا تامینی که نیکران داره اینم داره مثلا، نه خب کوچیک‌تره نمیتونی. ولی اونجوری نیست که مثلا به مشکل بخوری رنگ بمونه. دوستمون نیست. در حد تیراژی که داره میتونه پاسخ خوب باشه. آره دقیقاً. بعد گفته که حقیقتش من می‌خواستم دومینار بخرم من مسافت طولانی، ولی از ترس مواد بالا رفتم سراغ اونجر 220. اونجر هم برای طولانی موتور خوبیه، واقعا موتور خوبیه. الان کروزره دیگه، سبکش فرق. خب آقای حسین چه سوالی بود؟ خیلی زیاده خورده شد. وزن موتور گفتی اذیت نداره که گفتی نه اذیت نداره ولی اونجوری هم مثلا تو دست اون شکلی هم نیست. وزن بالا باشه بهتره، قد بلند باشه بهتره. بله. بعد که بچه‌ها راجع به بنزین هم سوال کرده بود که با بنزین ایران خوب کار میکنه. خب همین رو جواب بده. ببین این موتور من چه تکشم چه دوشم، خب گفتیم دیگه بنزین، اکتان بنزین ایران تو دیواره. خب اکتان هرچی پایین‌تر باشه بنزین تمایل داره که یهو بسوزه، انفجاری بسوزه. اکتان بالاتر باشه نرم میسوزه. خب زمانی که یه جرقه میزنه اکتان پایینه، خب احتمال اینکه این بنزین نسوخته بیاد بیرون خیلی بیشتره. وقتی دو تا جرقه بزنه دو قسمت داره شعله بر میشه، تا حدودی نرم‌تر میسوزه، تا حدودی، نه که مثلا مثل بنزین سوپر و اکتان بالا باشه، نه تا حدودی نرم‌تر میسوزه. ولی اونجوری هم نیست مثلا رو تک شمش بخواد ناک بزنه. من صدای ناک عجیب غریبی رو این موتور نشنیدم. با تراکمی که داره به نظر من اوکیه. دیگه خیلی میخوای حساس باشی اکتان بوستر اورجینال باید بریزی، نه پمپ بنزینی. اونی که بالای یک خورده و اونو باید بریزی. آره تو میریزی؟ من نه. آقا ناک نمیزنه من. هیچ صدای سوپر استفاده نکیه. سوپر میزدم 11 و 9 به 1. آره بریزی بهتره ولی خب ریسک داره دیگه. آقا اصلا اونی که میریزی اورجینال هست نیست، بعد ممکنه شمعتو خراب کنه، کاتالیزورتو خراب میکنه. یه چیزی راجع به شمع هم یادم بهم گفته بودی سر دومینار که تو کارکرد پایین یکی دو تا بچه‌ها بودن. آره شمعاشونو واسه کردن دیدن. آره حالا من مال خودم واسه کردم خدا رو شکر اوکی بود، شمعام ایرادی نکرد. ولی یه سری بچه‌ها شاید مثلا بنزین شهرستان که دیگه فاجعه است، ممکنه آره شمع مثلا آسیب ببینه و حواستون به شمع باشه. شمعش هم با انس یکیه، یعنی چیزی نیست که گیرت نیاد. آقا شمع تو شما میخوای 15 تا عوض کنی، 10 تا عوض کن، مثلا باز کن ببین اگه نیازنش دوباره ببند. داری موتور آچار کشی میکنی، باکو باز کردی، آقا یه شمع من واکن 50 تا من اجرت نمیدم، شمع رو واکن. بغلش اگه دو شمع باشه که اصلا بغل خودت هم میتونی واکنی، نگاه میکنه، اگه نیاز داشت عوض میکنه، نداشتم میبنده دیگه، تمام شده. آقای امیر سامانی گفته قبل گرونی دومینار گرفته هنوز سرویس اولیه نبردنش، ازش بپرس سرویس گارانتی برده یا جای دیگه داده، چون کلا 3-4 جا بیشتر تو تهران نیست. موارد گارانتیش هم مسخره است. ببین من نمیتونم بگم آقا ببرید یا نبرید، صرفا تجربه شخصیمو دارم میگم. من سرویس گارانتی بردم، برگردم عقب نمیبرم. یه موتورساز خوب پیدا میکنم، یه اجرت خوب میدم، موتور کامل بریزه برام جمع کنه. گارانتی که نمیدونه ظرفیت روغن این موتور 1750 سی سی، 2 لیتر روغن خالی میکنه توش، مینومکس مخزن رادیاتور نوشته رو، یعنی بچه هم بیاری میفهمه که بیشتر از این نباید آب بریزه، تا خرتناقش پر میکنه، نمیتونی انتظاری ازش داشته باشی هر چقدر اون مشهور و معروف باشه تو اون محله و منطقه. من باشم نمیبرم، چون گارانتیش واقعا یه شرایط گارانتی به قول دوستان مسخره. مثلا اینکه 5000 کیلو 1 سال گارانتی داره. همین یه موتوری که رو 5000 تا وقتی بخواد داستانی بشه که آره. حالا باز میگم موتوری هستش که اصلا این کار کرده برای شوخیه ها، ولی خب شرکت یه ذره داره چونه خالی میکنه.
بازار خرید فروشش هم من دارم سوالا رو دیگه همه رو سورتش میکنم. نسبتاً بد. بازار خرید فروش همه چی الان بده. انسش هم اونجوری خرید فروش نمیشه. به یک رفیقامون تو شرکت همکارمونه انس داره، گفت من الان انس هم مشتری به اون صورت نمیاد. انس پول نقد فلان میام میبرن دلار میبرن میفروشی، انسش الان وای بالا اینا، ولی نسبتاً بده. بازم بچه‌ها فروختن تو 2-3 هفته فروختن، خیلی هم اگه یکی بخواد بیاد مثلا بخره یه اشغالی بکنه سر مثلا 5000 چیزا بفروشه پیشنهاد می‌کنی؟ یکی داد آره اگر تامین قطعاتش یه چیزی بگم به شرط اینکه نه مثلا کل داراییتو بخوابونی رو موتور بعد بخوای بکشی بیرون اونجوری میمونی، مجبوری هم پایین‌تر بدی. میخوای بفروشی بعد 2 هفته 3 هفته 1 ماه زمان بذاری هی بازی بدی بالا پایین کنی تا بفروشی. اینجوری که من آگهی کنم 2-3 روز بفروشم نه، اصلا همچین زی خیال باطل. آیه شایان بوسته چیزی بوده که تو این موتور اذیتت کرده باشه یا اصلا ناراضیت کرده باشه خریدش؟ ببین تنها چیزی که من اذیت کرده یکی ترمز عقب بود، ضعف مونتاژ بود، کیفیت وحشتناک لاستیک بود که حواست نباشه موتور میره. یعنی اصلا شوخی نمی‌کنم اینو، قشنگ یعنی بودیم با هم بودیم دیگه، زمین خشک تابستون عقب موتور رفت. اینا رو میتونی انجام، یعنی چیزی نیستش که بگیم آقا یه ایراد ذاتی انجین گیربکس روغنریزی واتر پمپش اینا نیست، هیچ ایراد اینا نداره. مونتاژ رو بعد آچارکشی اساسی کنی، لاستیک رو بعد عوض کنی، ترمز هم بعد زمان بدی تا اوکی شه. هر کدوم بچه‌ها 6000 رد کرده ترمزش اوکی شده. واقعا ترمز خوب بریزی، هواگیری کنی، یه سری این کارا رو بکنی هم تاثیر خودش رو داره. در کل به نظر من دومینار موتوریه که تو این بازار با این برچسب قیمتی با خوبی ها و بدی هایی که داره یکی از موتورهایی که بیشترین ارزش خرید را دارد. پکیج کلی رو دارم میگم ها. بالاخره هر موتوری یه خوبی داره، هر موتوری خوبه، ولی خب عدد 420 تومن 10 تومن نسبت به این بازار خوبه به این موتور تا موتورهای دیگه. عینه 250 دارن. در آخر اگه چیزی فکر می‌کنی راجع به موتورت مونده که بگی و نگفتی؟ بد موقع اومد، خیلی بد موقع اومد. یعنی ببین بازارش هم رفته. آره اگر مثلا تو شرایطی مشابه NS میومد دیگه تکرار نمیشه. آره میگم اگه تو اون شرایط بود، یعنی فکر کن اون شرایط NS تکرار میشد. NS به خاطرات میپیوست. شاید یه سری مثلا آدمایی که دیگه خیلی NSیان بمونن و خیلی بخوام فرز باشن تو شهر و اینا، وگرنه این موتور به نظر من تو همه چی از NS سرتره. باجاج یه سری از NS 200 تو کشور دیگه با برچسب دومینار 200 داره میفروشه. ترکیه‌اش هم فکر کنم، ترکیه و برزیل فکر میکنم، برزیلو که مطمئنم. و همه چی تو هندلینگ بهتره، تو سواری بهتره، تو شتاب بهتره، تو سرعت بهتره، کیفیتا نسبت به مدل جدیدترش بهتره. موتور بروزتریه، چرا تو باید بری موتور قدیمی تر رو بگیری؟ مزایاش میچربه، خیلی میچربه. آره مثلا اون بچه‌ها میگن سنگینه، ببخشید همه ما دوست داریم موتور سنگین سوار شیم دیگه، غیر از اینه مگه؟ همه عشقشو داریم. موتور سنگین 160 کیلویی داریم ما، 150 کیلویی داریم ما، نداریم دیگه. از 190 کیلو تازه شروع میشه، مثبت 220 کیلو همون CB چند کیلوه؟ ولی وزنی که با انجین تو تقسیم شده، اصلا قدرتش جوریه که حس نمی‌کنی تو راه. آره. اون سرگازی که وزنه ببخشید یه وزن صلب که نیستش که، تقسیم شده تو کل موتور. این موتور خیلی تقسیم وزن خوبی داره. یعنی شما میگم سواری خوب به خاطر همینه. بله بخوای با پا به عقب همون CBش هم شاید نتونی، بعد پیاده شی بکشی موتور 240-50 کیلو وزنه دیگه. یه سری چیزا آره دیگه میخواید یه روزی شاید به زودی این قوانین عوض شه، خودتون رو آماده کنید برای وزنای بالا ان شاءالله. و به موتور اولیه پیشنهادش میدی؟ نه سخت میشه براش، سخت میشه، کنترلش سخت میشه، دنده کشیش قلق داره چون کلاج اسلیپر داره، همینجوری شما نمیتونید دنده بدید و شتابش واقعا یه جایی خطرناک. بعد بتونی تجربه داشته باشی که اون تیزی اول نداره ها، بعد هی گاز میدی شتابه رو بگیری، یهو به خودت میبینی که داری میری تو دیوار. سلام دیوار. نمیتونی. آره شتاب ثانویه‌اش واقعا برای کسی که موتور اولیه اصلا ترسناک میتونه باشه. باشه. آره
چیزی مونده که گفته باشی نگفته باشی؟ در کل این که امیدوارم واقعا اوضاع بهتر شه دیگه، یعنی امیدوارم. داشت اگه خواستی عوض کنی بنجوف هست. ایشاله که آقا نمه دیگه هم استفاده کردیم، ایشاله که در ویدیوهای بعدی درک و لیستای مختلف از حضور شما اطلاعات استفاده کنیم. ایشاله شما میتونید بفروشید. تو دستت بود کرد. نه داداش قصدش تماشی اوکیش. ایشاله. مرسی از نگاهتون و امیدوارم که ویدیو براتون مفید بوده باشه و تا یه ویدیو دیگه بدرود.